بچه‌ها ببینید از شیراز رو چه که در تخت جمشید گرفتم اینا رو. اولیش مزار حافظ، اون چه قشنگه، واه این خوشگلی. بعد اینجا زیرش هم شعر نوشته. چند تا گرفتم واسه خودم و رفیقام، اینم کوچولیشه خیلی باحاله. هم واسه خودم گرفتم، هم واسه رفیقام گرفتم. اینم واسه یکی دیگه رفیقام به علاقه به این چیزا داره گرفتم. مقبره کوروش بزرگه. اونی که من دارم رنگش فرق داره البته. اینم جای دیدنی شیراز، مثلا توی جدا میشینه، مثلا میتونی جای تزیینی دیگه، مثلا این مزار حافظ، مقبره کوروش بزرگ، اینم تخت جمشیده. این دو تا رو نمیدونم چون نرفتم، هم نمیدونم. بعد اینم مجسمه خود کوروش بزرگ دیگه، زیرش هم نوشته کوروش بزرگ پادشاه ایران هخامنشی. خیلی قشنگه نگاه. بعد اینم این زنه بهم گفت چیه، من یادم رفت، نمیدونم چی بود، راجع به یه پادشاهی بود هخامنشی بود، نمیدونم چی بود. خیلی باحال این تابلوش قشنگه. بعد دو تا سی دی هم گرفتم، هر کدوم 1 ساعت 2 ساعت دیویدیه. آره دیویدی نوشته. آره راجع به تخت جمشید و با کوروش بزرگ دیگه، 0 تا 100 مثلا همه چی، مثلا کی بودن، چیکارا کردن، تخت جمشید چجوری ساخته شد، مثلا 0 تا 100 همه چی رو میگه دیگه. من خب بیشتر بیکار شدم اینا رو ببینم. خیلی باحال.